اشخاصی که کسب آموزگاری را اختیار نمودند با این پیشه مقدس مهارت عالی کسبی و مدنیتی بلند معاشرت و مناسبت به تعلیم گیرندگان اینچنین صحنه پرتضاد و عبرت آموز حیات را برای دانش آموزان راهنمایی میکنند. تجربه روزگار ثابت ساخته است که علم و دانش و سوادناکی آموزگار و اخلاق حمیده او در تعلیم و تربیت و در کمالات دانش آموزان مقام اولین درجه دارد. قهرمان برنامه نوبتی ما زاده کوهستانی دیار است. پروفسور ناظم جانیدایف سال 1958 با به دنیا آمدنش در عائله آموزگار شعله مهر و محبت را روزان‌تر نمود. نخست آموزگارش در درگاه علم و معانی و در مکتب روزگارش پدر زحمت پیشه‌اش شادروان نیدای فاضل جان در وادی بود که با پیشه آموزگاری و پیوندان روزی می آورد و دیگر خوانندگان را تعلیم و تربیت نکو می کرد. سال 1975 بعد ختم مکتب میانه زادگاهش جوان علم دوست به کافدره اقتصاد سودایی فاکولته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده آن را سال 1979 با اختصاص اقتصاد سودا ختم کرده است. نقش محیط خانوادگی را در انتخاب کسب شایسته او چنین شرح کرد. اساسی همین معین کردن کسب این محیط که هست که آدم در آن به وایه میرسد. همین محیط خودش الکی همین آدم وادار میکند که و یا دکتر شود یا اینکه گویم اقتصادچی شود یا که دیگر کارگر شود. و من فکر میکنم که پیش از همه محیطی که پدر و مادر برای فرزند آماده میکند همون محیط اساسی همین انتخابی کسب و راهی همین پرتلاطمی که در خود زندگی هست سبب همون میشود. پدرم هم آموزگار بود، هم آموزگاری من هست، هم در زندگی آموزگارم بود و با راه پدر رفتم. لیکن قوله هایی که ما با یاری همین پدر و مادر خودم به دست آوردیم همین سال بالاتر رفتم. چون که پدرم گرچنده که خادم خدمت شهر جمهوری بود لیکن نامزد علم نبود، دکتر نبود. خیر ما اکنون همین در خود دانشگاه وقتی که دانشگاه ملی را من تمام کردم با اختصاصی اقتصادیات سودا و اونجا مدیر کافدره استاد حبیب سیف حبیبویش بودن و اساساً سبب همین انتخاب کردن راه علم در همین جاده اگر اول پدرم مادرم باشد دوم همین استاد حبیبوف بودن و بعد سالهای دراز 20 سال کار کردیم. همون آدمی که انتخاب میکند سوادناک باشد بس است برای وی. در اون دوره ها اساساً همین سوادناکی مردم در جای اول بود و مردم سوادناک قدر و قیمتش دیگه خیلی تر بود. با شرافت تلاش ها و کوشش جناب عالی حاضر ما همون اون چیزی که از دست رفتگی هست قریب که همون هم به دست آورده ایستادیم. ما به همون روزهای خوب میرسیم چون که در حقیقت اینقدر دیگرگونی ها، اینقدر آبادکاری هایی که در جمهوری شده ایستاده است اساسی همین باز بینید که با همون محیط است. محیطی که در آنجا زندگی میکند، محیطی که خلقش زندگی میکند همون محیط را طوری کرده است که من راستی گپ همین یک دو سه سال شد فرخوارم رفتم، پامیرم رفتم، پنج کنتم رفتم و قریب که ناحیه ها رو نمیشناسید. همین ناحیه ها تماما دیگرگون شدگی. یعنی آبادکاری هایی که همین در سالهای آخر به وجود آمدن با شرافت همین جناب عالی همتا ندارن راستی گپ. ناظم جان جوان هنگام فعالیت علمیش خیلی سرتلاش بود. از سال 1985 نامزدی علم‌های اقتصادی، در سال 1988 دسنت و سال 2010 عنوان دکتر علم‌های اقتصادی پروفسور را صاحب گردید. این عالم معرفت پیشه از سال 1984 تا سال 1992 در دانشگاه ملی در وظیفه‌های گوناگون فعالیت پرثمر نموده در برابر تدریس دانشجویان کارهای علمی خویش را پیوسته تشکل می‌داد. همین منوال سال 1985 رساله نامزدیش را در موضوع
проблемаҳои мувозинати талаботу таклифот маркетинг бо молҳои талаботи халқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шуроит тахассусии Институти тадқиқотии илмии савдо ва хӯроки умумии ҷумҳурии Украина дар шаҳри Киев бо муваффақият дифоъ намуда, он 28 августи соли 1985 бо қарори комиссияи олии аттестатсионии назди шӯрои вазирони собиқ иттиҳоди шӯравӣ дар шаҳри Москва тасдиқ гардида, дар натиҷа сазовори унвони номзади илмҳои иқтисодӣ гардид. Нақши молҳои воридотӣ ба рушди иқтисоди кишвар аз дидгоҳи олими соҳа. вақте ки солҳои аввали истиқлоли давлатӣ ба амал омаданаш, ҳатто ҳамин дар хазинаи давлат хеле ки ҷаноби олӣ ҳамон борҳо қайд мекунад, чунки дар ҳамон вақт ман дар вазорати иқтисод кор мекардам, баъд аз ҳамунҷа моро ба тариқи интиқол ба худи гумрук гузарондан. рости гап дар ҳақиқат ҳамин хел аст. мо ҳамун солҳо қариб то 70% ҳамин маблағҳои бюҷетира ҳамин гумрук медод. То ҳамин солҳои 97 асоси маблағгузорӣ аз ҳисоби ҳамин гумрук буд. ва худи мана андоз баъд ташкил шуд. ҳозир бинед ки бояд ки андоз зиёдтар бошад ва имрӯз ҳама чиз ҷои худро гирифтааст. ҳозир бинед 15-20%-ро ташкил мекунанд пардохтҳои гумрукӣ ва дигар андозҳо қариб мана бинед 85-80%-ро ташкил мекунанд ки албатта ин боиси ифтихор аст ки яъне ки агар давлат пуриқтидор бошад, дигаргуниҳо ба вуҷуд меоянд. мо ҳатто солҳое буд ки ҳамин вазни содиротӣ аз воридот хело кам буд, бисёр кам буд ва 1-2 сол бо ҳамин шарофати сиёсати хиратмандона ҷумҳурӣ тавонист ки ҳатто мо дар баъзе солҳо ҳамин содиротро зиёд кардем. аз ҳисоби металлҳои ранга ва ҳоказо мо тавонистем ки ба мардуми дунё нишон диҳем ки мо ҳам кор кардан метавонем ва бинед як сол мо ҳатто аз 1 миллион зиёд тонна гандум истеҳсол кардем. яъне дар ин чиз ҳам дар ҳақиқат мо исбот кардем ки метавонем. ҳангоми кору фаъолият дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар ҳаёти ҷамъиятии кафедра, факулта, донишгоҳ ва ватани азизамон фаъолона ширкат менамуд. аз ҷумла ба ҳайси роҳбари ҷамъияти илмии донишҷӯёни кафедраи иқтисоди савдо, раиси шӯрои олимони ҷавони факултаҳои иқтисоди донишгоҳ дар солҳои 1982-1985ро ба уҳда дошт. инчунин дар солҳои 1985-1990 якҷоя бо олимони Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон бо мақсади ноил шудан ба комёбиҳо дар иҷрои корҳои шартномавӣ, аз ҷумла дар тайёр намудани пешниҳодҳо оид ба истифодабарии пурраи захираҳои дохилӣ, истеҳсоли таҷҳизотҳои истеҳсолӣ дар заводи кимиёи ёбон ва имкониятҳои истифодабарии захираҳо дар инкишофи базаи моддии техникии ҷамъияти матлуботи кофарниҳон ширкат намудааст. ташкили минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар даврони истиқлоли давлатӣ ва моҳияти он баҳри пешрафти иқтисоди бозоргонӣ дар мамлакат. инам як ташаббуси бузурги ҷаноби олӣ буданд. 5 та ҳамин хел минтақаҳои озоди иқтисодӣ дорем. ҳам дар суғ дорем, ҳам дар панҷи поён дорем, дар худи дар кӯлоб, охиранаш дар кӯлоб шуд ва дар Данғара ҳаст ва якти дигараш дар Помир дар Ишкошин буд. рости гап ҳамино қариб ки ҳамаш фаъол ҳастанд. ҳамин камтар ҳамун панҷи поён проблема дошт, дуруст шуд. дар Помир, Ишкошин бисёр роҳаш дуртар будааст. ҳатто аз Покистон хостанд ки ҳамунҷа ободӣ кунанд. унҷа роҳаш ҳамин 30-40 километр роҳ будааст, бисёр роҳи вазнин будааст. барои ҳамин ҷаноби олӣ ба хулосае омаданд ки филиали ҳамуна дар худи хоруғ ҳозир ташкил карданд ки тавонанд асосан барои чи аст минтақаи озоди иқтисодӣ. ина пеш дар Канадау дар амрикову дар худи Европа кардагӣ буданд. ин барои маблағи берунаро ҷалб кардан. барои чӣ? барое ки бинед ҳамин минтақаҳои озоде ки ҳозир мо дар назар дорем бо шарофати ҷаноби олӣ ба вуҷуд омадан, вай муҳлати то 50 сола дар бар мегирад. дар 50 сол
اگر فرض کنیم 5 سال 10 سال یگان خارجی برای 5 سال 10 سال هیچ وقت خودش گرنگ نمیکند. وقتی که میگوید که مرحمت 50 سال چند سال که میخواهید ما همینا پولتون رو گرداندن میگیرید و هاکذا، در این هم هوسمندی است. باز ببینید منطقه آزادی که در همین خود دنگره هست بسیار جانوک است. در اینجا زوادهای بسیار شیشگی و هاکذا بسیار پیدا شد و در سوق هم همین خیلی است. همین یک راهی از نوع بازدید اقتصادیات است. برای چی؟ برای که همه چیز در اقتصادیات با پول چین کرده میشد. مبلغ که باشد میتونید که هر کاری که در دلتان باشد، هر کاری که غیر قانونی نباشد اجرا کرده توانید. پروفسور ناظم جان ایدویف در چندین وظیفه‌های راهبری کننده فعالیت گسترده داشت، از جمله دیرکتوری تکنیکومی سودای وزارت معارف جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، بعداً سردار سیاست نرخ و نرخگذاری، سردار اداره انکشاف رقابت، سیاست نرخ و ضد انحصاری وزارت اقتصاد و دورنمای جمهوری تاجیکستان و معاون رئیس کمیسیون دولتی عاید به نرخ. اینچنین سال 1995 به وظیفه سردار اداره نرخگذاری و وضعیت بازار و معاون رئیس کمیسیون دولتی عاید به نرخ وزارت اقتصاد و روابط اقتصادی خارجی جمهوری تاجیکستان تعیین گردیده فعالیت پرثمر داشت. مسئولیت راهبر از دیدگاه شخصی این وظیفه را امتحان نموده در چی باشد؟ یک وقتها سردار اداره در وزارت درآمدها و پرداخت‌های جمهوری بودم، مستقل بودم، سردار بیورو بودم، دیرکتوری تکنیکومی سودا بودم و بعدا همین رکتوری دانشکده اقتصادی بودم. همون جناب عالی با یک مهر و محبت خاصه همون دانشکده اقتصادی نام کرد که همین اقتصادیات پیش رود. مقصد هم همین خیلی بود. راهبر بودن در زمان حاضر، مخصوصا حاضر، بسیار سنگین است. راهبر بودن این یعنی این معنی دارد که باید که شما یکم که راهبر باید که از همون شخصانی که راهبری میکند بیشتر دانستنش در کار. وای بر حال آن راهبری که وای خودش نداند و یک کارگرش از وای بیشتر داند، صاحب معلومات باشد، بعد اختراعکار باشد. همین در راهبری تشکیلاتچگی، همین قابلیت تشکیلاتچگی همه چیزی دیگر را میپوشاند. چون که اگر تشکیلاتچی نباشید شما نمیتوانید کار کرده. بعد در هر یک وزارت و اداره ها در خود همین کارخانه ها خواهید نخواهید همین پرینسیپی کلان و خرد و کلکتیو اگر نآموزید ندانید که در کلکتیو چی صورت میگیرد و کی تاثیر دارد و کی تاثیرش بیشتر است، راهبری کردن بسیار دشوار است. سال 1994 در هیئت کادرهای راهبری کننده مقامات دولتی تاجیکستان برای تحصیل به شهر واشنگتن شتات‌های متحده آمریکا از روی اختصاص دگرگونی‌های اقتصادی هنگام گزارش به اقتصاد بازاری و پروگرام همکاری‌های تکنیکی در شرایط دگرگونی‌های اقتصادی و مشکلات دوره گزارش به اقتصاد بازرگانی صاحب دیپلم سرتیفیکات‌ها گردیده است. سرمحصول این کادر صاحب لیاقت را به نوبت گرفته سال 1995 به طور انتقال در دستگاه مرکزی کمیته گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وظیفه سرداری ریاست تعریف گمرکی، بعداً سرداری ریاست کادرها و کار با هیئت شخصی، سرناظر معاون سرداری مرکز تعلیمی، سرداری شعبه تشکیلی به رسمیت گردانی گمرکی مالهای تحت اکسیزی و پیشنهاد مرکزهای اکسیزی فعالیت نموده است. اندیشه متخصص ساحه جهت معرفت افزایی اندازه‌سپارندگان. این بسیار یک مسئله بسیار نازک است. از یک طرف ما میگوییم که خزینه دولت پر شود، به انداز خزینه پر نمی شود. از طرف دیگر وقتی که اندازها بلندتر و زیادتر که هستند، همون کارهایی که پیش بسیاری کارخانه ها همین بسیاری نشان دهنده های خود را پنهان میکردند، نشان نمیدادند و درآمد خود را نشان نمیدادند. همین چیزها قریب که پره از بین رفتگی است و مردم فهمید که اگر همین بیزنسمن ها همشون همین کارشلان ها فهمیدن که
اگر راست و درست کار کنید و همین اندازها رو روپوش نکنید و در وقتش سپردگار هم کارتون پیش می رود هم آبروتون زیاد می شود. این عالم سرتلاش سال 2011 رساله دکتریش در موضوع اساسناکنی انکشاف کشاورزی بی خطر در تاجیکستان در شروع تخصصی دانشکده اقتصادی کشاورزی اکادمی علمهای کشاورزی تاجیکستان با سربلندی دفاع نمود و عنوان دکتر علمهای اقتصادی گردید. این زمان موصوف مؤلف بیش از 160 نامگوی آثار علمی و عمومی و تحقیقاتی و متدی از جمله 5 مونوگرافیا و 22 واسطه تعلیمی می باشد. زیر راهبریش استادان جوان کارهای علمی برده ایستاده، از آنها 3 نفرشان رساله نامزدیشان را با موفقیت حمایت نموده، دیگر شاگردان در عرصه حمایت قرار دارند. از سال 2022 تا امروز در وظیفه اجرا کننده وظیفه پروفسور کاتدرای فعالیت گمرکی فاکولته مناسبت‌های اقتصادی بین المللی حقوق و گمرک دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان را به عهده دارد. بسیار خوشبخت هستیم، خوشحال هستیم که با پروفسور دکتر علم‌های اقتصادی ناظم جان ندای فعالیت کاری میکنیم. سالهای زیاد است که آن کس برای آماده نمودن کادرهای بلند اختصاصی ساحه گمرک و اقتصاد خدمت میکنند، درس میدهند به دانشجویان، همچون پداگوگ فعالیت مینمایند، همچون فعالیت عملی نیز در ساحه نمودند که این میتواند برای باز هم بهتر نمودن صفت درس ها، برای باز هم خوبتر آماده نمودن صاحب کسبان ساحه گمرک یعنی که سهم داشته باشد. و امروز ما بسیار هم خوشحال هستیم که با مهنت صافدلانه به مانند پروفسور و دیگر همکسبانی که امروز در کافدرا فعالیت می‌نمایند در ساحه گمرک جمهوری تاجیکستان شاگردان زیادی ما فعالیت کاری میکنند و از آن ما خرسند هستیم، خوشبخت هستیم که سهم خود را در پیشرفت اقتصادی ملی با واسطه آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص مخصوصا در ساحه گمرک گذاشته ایستادیم. شخص برای به یک مرتبه پروفسوری رسیدن خیلی هم پیراهه دشوار زندگی را طی می‌نماید و به هر یک آموزگار میسر نمی‌شود که او عنوان دکتر علم و پروفسور را به دست بیارد. این در اساس مهنت‌های پایدار هم در اساس فعالیتی بسیار هم خوب به دست می آید و ما بسیار هم از فعالیت استاد محترم قناعتمند هستیم. آنها بغیر از آنی که به فعالیت پداگوگی مشغول هستند، به فعالیت علمی خیلی هم سرگرم فعالیت هستند و امروز شاگردان زیاد را به حیث نامزدهای علم، دکترای علم آماده نمودند و اعضای شوراهای حمایت دیسرتاسیونی که هم در دانشگاه ما موجود است هم در دیگر دانشگاه موجود هستند. فعالیت این عالم صاحب خیرات و دایره تجربه بسیار ساله در سمت‌های مختلف ساحه اقتصاد و انداز و گمرک مملکت میان همکسبان احترام خاص دارد. پیروجمان هنگام تعلیم دانشجویان از ادبیات به نشر رسانیده ناظم جان ندایف در درس‌ها استفاده می‌کنند. من این شخص دانشمند و فروتن را از سالهای دانشجویی میشناسم و شکرگزار از آنم که در این مدت طولانی از سال 73 سر کرده تا به امروز ما همراه کار و فعالیت داریم. بعد حمایت رساله نامزدی به تاجیکستان برگشت و بعدا سالهای چند تا به امروز به کار علمی پداگوگی مشغول است. همین را باید قید کنم که یک زمان ما با همراهی ندایف در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان من به حیث مدیر کافدرا بودم و آن کس همچون استاد فعالیت داشتند و همکاری در ساحه این و تیار کردن کادرهای علمی را ما یک جای از همان دوره سر کردیم. با مرور زمان با ما میسر شد که ما به دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان بیاییم و برای تشکیل کردن اختصاصی از همه اساسی اختصاص فعالیت گمرکی آغاز کردیم و همین را باید قید کنم که ناظم خان در تشکیل این اختصاص حصه گذار بود، چون که اون زمان
در خدمات گمرکی حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت میکردند و بعدا رساله دکتری حمایت کردند. سالهای اخیر در کف ما به حیث پروفسور کار و فعالیت دارند. در دوام سالهای فعالیتش این مردی معرفت پیشه از طرف وزارت و اداره‌های نامبرده به طور مادی و معنوی قدردانی گردیده است. از جمله به گرفتن سپاسنامه‌ها، مکافات‌های پولی، افتخارنامه و نشان‌های سرسینگی، اعلاچی معارف تاجیکستان، اعلاچی خدمات گمرک. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2011 با مکافات دولتی مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیده است. سال 2021 با مدال برای تحکیم همکاری‌های گمرکی از جانب خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مکافاتانیده شده است. برخی همکسبان که خود عنوان پروفسوری را الکی صاحب گردیدند از مکتب پرتجربه این عالم ساحه اقتصاد تا هنوز بهره مند می‌گردند. وقتی که ما در کورس 2 تحصیل داشتیم، استاد بسیار هم حلیم و مهربان و یک از شخصیت‌هایی که در ساحه اقتصاد همچون شخص راهنما و شخصی که بسیار هم داننده تمام پهلوهای علم اقتصاد از فن نرخ و نرخگذاری به ما درس گفتند. هنگام درس گفتن استاد بنیاد حلیم، مهربان، سختگیر. وقتی استاد درس میگفتند ما از حسن بیان، ترتیب سخنگویشان، علاوه کردن با شعر و مثالها، با زباندانیشان ما در حیرت مانده بودیم و بین همدیگر دانشجویان میگفتند که این کس فیلولوگ باشند یا فیلسوف باشند یا اقتصادشناس باشند و ما فکر کردیم که در همه ساحه همتا ندارند. این کس از ابتدای دانشگاه مثل دیگر استادانی که در این دانشگاه حصه نظارت گذاشتند، این کس هم سهم خود را گذاشتند، مخصوصا در تأسیس دادن کاتدرای گمرک که در تاجیکستان بار اول با دستگیری و راهنمایی به واسطه رئیس اتفاق تاج مطلبات و همزمان در زمانی که در دانشگاه پروفسوران محبوب معتبر کار میکردند و حال هم کار رسیدن، تجربه استاد واقعا نمونه عبرت است. استاد بهترین شخص هستند و ما افتخار میکنیم که شاگرد هم کس هستیم. صرف نظر از اجرای وظیفه‌های مسئول در مقامات دولتی، این مرد زحمت‌پیشه همزمان در دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری از جمله دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، در ریاست مرکزی تعلیمی کمیته گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، در دانشکده تکمیل اختصاصی کارمندان مقامات انداز و گمرک و در دانشگاه اسلامی تاجیکستان و روسیه و فعالیت علمی و ایجادی و آموزگاری مشغول شده. برآمد و پیشنهادهایش در کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی و عملی جمهوری و بیرون از آن عاید به مسائل جلب و استفاده ثمرناک تکنولوژی معاصر استحصالی به دست آوردن موازنه طلبات و تکلیفات و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در مرحله نوی رشد با سرعت و با ثبات به طور مادی و معنوی قدر کرده شده در مجله‌های علمی مرکزی جمهوری و خارج دور و نزدیک نشر گردیدند. این کس یک شخص بسیار عالمی ورزیده، انسان کامل، انسانی بسیار خاکسار، انسانی که در جاده این بسیار کارهای شایسته کرده هستند. چندین کتاب و مونوگراف دارند، دیسرتاسیون دکتری حمایت کرده هستند در موضوعهای جالب بسیار اکتوالی و داغ روز جمهوری ما در بالای اقتصاد مملکت ما و در سمت پداگوژی این کس یک پداگوژ ممتاز هستند. با دل دانشجویان راه می‌یابند. دانشجویان این کس بسیار حرمت می‌کنند و درس‌هاشون همیشه با یک درجه معینی پداگوژی، با درجه معینی آداب، اسلوب، این کس اسلوب خودشون دارند. یعنی که در درس هر یک پروفسور، هر یک عالم باید که اسلوب شخصی داشته باشد. مقصد اسلوب این جای کردن همون علمی که شما پیشکش میکنید به دانشجویان، توانستن رسانیدن و به خاطر وای جای کردن همین این یک شب اسلوب هست. برای این کس اسلوب خوب دارن که این اسلوب جالب است و استادان جوان از این کس میآموزند، در درس این کس اشتراک میکنند و این کس میآموزند. این کس چندین اسپیرانت تیار کرده، چندین نامزد تیار کرده، آبرویشون بسیار بلند است در دانشگاه. فرزندانشون متخصصای خوب هستند. این کس اینو تیار کردن، در ساحه گوناگونی خارجی خلق تاجیکستان کار میکنند و آبروی کلان و اعتبار عائلوی هم دارند و اعتبار پداگوژی و علمی هم دارند. یعنی که در جمعیت تاجیکستان این کس یک شخصی مبرم، یک شخصی بسیار شایسته هستند.
محمد علیزاده از زمره شاگردان این عالم صاحب تخصص بوده. با خوشنودی مژده به نزدیکی حمایه نمودنی رساله دکتریش را نمود. روندی بی‌میلان پیشرفت علم و تکنیک اثبات آن است که آدمان در راه آموزش دانش‌های معاصر باید راهنمای صاحب خرد داشته باشند و به قله بلند دانش با موفقیت برسند. هنوز در جوانی در سالهای 90 وقتی که من به خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آمدم، در آنجا استاد همچون راهبر ریاست کار و فعالیت میکردن. الکی استاد را من از سالهای 90 وقتی که گفتم با کار به خدمات گمرک آمدم، از آنجا میشناسم استاد را. از روزهای اول تحت راهبری استاد هم کار که میکردم، استاد با من طرز فعالیتشان، طرز راهبریشان همچون یک ایدئال بودن. بعداً در مدت کار کردن از استاد بسیار تجربه کاری رو، تجربه فعالیت گمرک رو، نازکی های کار رو از استاد آموختم. در برابری که کار و فعالیت صحوی رو از استاد آموختم، همچون یک انسان تجربه زندگی رو بسیار آموخت و من استاد رو در زندگی خودم همچون یک راهنما هم گویم خطا نمیکنم. در برابر اون که در خدمات گمرک کار میکردم، استاد با من اشاره میکردن که من باید با علم سر و کار گیرم. بعد از مدت از سببی که استاد در برابر وی که کارمند خدمات گمرک بودند، تجربه پداگوگی هم که داشتن، با علم که سر و کار داشتن، پیوسته با علم دعوت میکردن و این هم سبب شد که من در برابر کار و فعالیت، این هم سبب شد که من در پی حمایه رساله نامزدی هم شدم. امروزها هم که باشد هنگام فعالیت در دانشگاه از تلقین های استاد، از راهنمایی های استاد، از درجه کسبیت استاد همچون آموزگار در کار و فعالیت هم من استفاده میبرم. فعالیت این عالم سابقه دار در کارهای جمعیتی نیز به فایده اهل جامعه و خلق ملت بوده. در ترغیب میهن‌پرستی و شناخت ارزش‌های ملی، معروضه‌هایش در سفرهای کاری به مناطق دوردست مملکت نقشی بارز دارد. دوستان از عالم سرمحصول و اخلاق شایسته تحسین و فروتنی او همیشه یادرس می‌شوند. آب را در روشنایی کن قیاس، دوستان را با نگاهی دلشناس. ندای فضوجان همه خیلی انسانی هستند که وقتی که همچون آموزگارند در کوچه، در خانه، در استراحتگاه دوستان زیاد رو جمع میکنند. من این آدم رو همچون انسان، همچون دوست، همچون آموزگار میشناسم که ندایف همچون شخص است که برای ندایف محل ملت وجود ندارد. برای او کی بودنی تو فرق ندارد. برای ندایف پیش از همه انسان بودن در کار، انسانی است که به قعر دل انسان ها میرسد. این ندایف است. دویم خصوصیت انسانگری ندایف در آن است که او کوشش میکند که نوابسته از ملتش به هر یک انسان یک مساعد خوبی دهد. مثلا به نزدیکی یکی از کتاب های بهترین همین عالم تاجیک از چاپ برآمد، بی‌خطری اقتصادی دولت. این تنها برای یک دانشجو نه، برای تمام ملت تاجیک و تاجیکستانی است که اگر اینو ببینید نام کتاب بی‌خطری اقتصادی دولت، این فقط برای خواننده یا دانشجو، برای عالمان، این برای همه آدمانی که امروز برای بی‌خطری انسان هست. درباره بی‌خطری انسان ندای میگویند که اگر خواهی تو رو بهتر حرمت و احترام کنند، اول بی‌خطری خودت رو نگاه دار. وقتی که بی‌خطری خود رو نگاه داشت، انسان ها به اون نگاه کرده تربیت میگیرند. یکی از خصوصیات تربیوی این قهرمان برنامه امروزی ما، این بیشتر دوست داشتن کتاب های بدیهی. بسیار توصیه می‌دهد که شما اگر کتاب های بدیهی رو تعلیل کنید، در اینجا خصوصیت های تربیوی زیاد می‌بینید. به نزدیکی موخوری در یک جا با این دوست نشستیم، گفتن که من میخواهم که امروز جوانان یک بار دیگه یادداشت‌های استاد صدرالدین عینی را خوانند. شما ببینید صدرالدین عینی در قسم 4 یادداشت‌ها می‌نویسد که اگر خواهید که دختر پره به وای رسد، دائم به او مبلغ دهید که او هر کجا نرود. اگر خواهید که بچه هر کجا رونده شود، مبلغ او را کم کنید. این شعار دائمی ندای فصل که همین دائم به جوانان میگوید. بلند است از فلک شان معلم، بود جان بخش ما جان معلم. نباشد نعمت در هر دو عالم، حلال از پاره نان معلم.
آموزگار شأن و شرف ملت است. امروز و فردای هر یک کشور و جامعه از سطح معرفت و فعالیت او وابستگی خیلی کلان دارد. استاد ندایف ناظم جان را شاگردان همچون استاد دارای عقل و دانش و فضیلت و معرفت بلند میشناسند و مناسبت میکنند. اهل کلکتیو دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در سیمای پروفسور ندایف ناظم جان یکی از تطبیقگران و صداقتمندان سیاست عاقلانه پیشوای ملت را میبینند. دانشجویان را آن کس در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی تربیت مینمایند. فعالیت عبرت بخش داشته دارای سطح بلند دانش و جهانبینی وسیع است. حقیقتا همچون آموزگار پروفسور ندایف ناظم جان پدر معنوی، راهنمای اخلاق، آموزاننده سخن و معاشرت، ترغیبگر هنر، معمار ملت، رمزی عمومی بشری می باشد. جوانان را همیشه راهنما و هدایت کننده در کارهای علمی و ایجادی می باشد. اکنون شاگردانش گروه در وظیفه‌های راهبری کننده و قسمت با دانش خوب و مهارت عالی پداگوژی در بارگاه‌های علم در مکاتب عالی مملکت و دانش آموزان درس می گویند. برای من همچون یک شاگرد بایستی افتخار و سرفرازی است که همراه استاد عزیز دکتر علم‌های اقتصادی درام پروفسور ندایف ناظم جان فاضلویچ کار و فعالیت میکنیم. از نگاه تخصصی یک شخص بسیار دانشمند هستند، صاحب علم هستند، صاحب معرفت هستند، صاحب احترام هستند و بسیار یک لحظه هایی که هیچ از خاطرم نمیبرد. من همچون یک شاگرد همین دانشگاه و در وقتی که ما در رفت حمایه نامزدی قرار داشتیم و با استاد همکاری میکردیم، بسیار استاد سختگیر هستند از لحاظی که هر یک شخص در حالت کاری نامزد علمی میکنه، کاری مشغول میشد به فعالیت علمی پداگوژی، بسیار یک زحمتی بینیات بسیار طلب میکنه و در همون لحظه ها نیز ما وقتی که یک مواد ترتیب میدادیم درباره کار علمیمون رفته با استاد همکاری میکردیم و استاد حتما با راهنمایی میکردن، استاد با ما مصلحت میدادن و همین بود که امروز استاد محترم همچون یک اعضای شورای دیسرتاسیونی نزد دانشگاه دولتی تاجیکستان که ما شاگردان رو راهنمایی کردن و در فعالیت علمی موقع خودشون گذاشتن و امروز ما نامزد علم ها کردیم و عین حالا ما همکاری داریم در همه سمت‌ها. پیش از همه برای من مایه افتخار و سرفرازی است که امروز در چنین درگاه علم و معرفت با دانشمندان اصیل و متخصصان ساحه، شخصانی با تجربه کار و فعالیت میکنیم برای تربیت نسل نورس، آماده نمودن متخصصان جوابگوی با بازار مهنت سهمی به اندازه خود را میگذاریم. استاد ندایف ناظم جان شخصیتی هستند که در آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص، تربیت نمودن عالمان جوان، عالمان ساحه، تیار کردن متخصصان، اختصاصمندان در سمت گمرک، خدمات گمرک و دیگر ساحه‌های اقتصادیات سهمی بینهایت به اندازه دارند. براستی استاد عالمی هستند که نقش آن کس در تیار و آماده سازی کتاب‌های درسی، موادهای تعلیمی، برنامه‌های تعلیمی، اثرهای علمی، پیشنهادهای علمان مشخص شده استاد نیز در جامعه، در وزارت اداره‌ها تطبیق خود را یافته است و امروز شاگردان وسیع از ثمره علمی استاد بهره می‌بردارند. برای رسیدن به هدف‌های عالی استراتژی جمهوری تاجیکستان بی‌نظیر هستند، ضرور هستند. اختصاص‌هایی که اختصاص‌های دوری هستند وابسته به اقتصادیات سبز، وابسته به مسائل گمرک، استاد شاگردان آماده کرده برای آینده دولت و ملت، تربیت آنها متخصصان جوان را آماده می‌نماید.
در واقع اگر شخص صاحب علم باشد نخست در جامعه و میان همکسبان احترام خاص دارد. اشخاصی دارای دانش‌های کسبی و دنیای رنگارنگ آنها بهره پندپذیری نسل جوان است. عین زمان این عالم نکته‌سنج از روزگارداری عائله سالم و فرزندان نکورایش می‌بالد، زیرا همگی صاحب معلومات عالی و مقام شایسته در جامعه تاجیکستان هستند. اسرار زندگی پرسعادت را در همدیگر فهمی و احترام نزدیکان و پیوندانش می‌داند. از زن و فرزندایم هم بسیار با باوری گفتم میتونم که بسیار رضا هستم. فرزندهای من در همه دور و زمان من را دستگیری کردن. من به فرزندا به همین و به همین اویلم به همین وایه نمی رسیدم. راستی گپ همین این چیزا ما از اون پدر و مادر یاد گرفتگی بودیم، آموخته بودیم. همین راستی گپ در اویله ما زوراوری نیست، فقط همین فهمیش یکدیگر هست، همدیگر فهمی است و اساساً همین چی در کدام کاری که در وقتش اجرا نشود میگویم که همین کمبودی شما هست، همین باید که اصلاح کنید و اصلاح میکنند و هیچ کس خفه هم نیست. همون اویله که مهر دارد، محبت دارد، فهمیشی همدیگری هست و همین چیز در اویله ما هست و در حقیقت همین من فکر میکنم که اساسی همین کلیدی همین آبادی و خرسندی همین اویله ما رو همین مهر و محبت انسانی تشکیل میدهد و البته خیلی حاضر بینه در خود دنیا و در همه جا همین زوراوری بسیار تلقین می شود. من فکر میکنم که از این چیزا مردم ما باید دور باشند. ما یک دوره بسیار سرد و خنکی همین جنگ شهروندی رو از سر گذراندیم. برای ما با فکرم بس هست. استاد گفتن که شما محبت به شعر دارید، کدام شعر شعار زندگی شما است؟ من ندارم شکوه از دوران خویش، همچو فرزندی برومندی زمان. میفتد اسب هوسخواه دلم وقتی دو گرچه سنگی پاسبان. از هنر دانم بسد آفت زند راست آثار زمکری کجدلان. ابله گوری صد عاقل را کند هم بناخون هم بدندان ناعیان. عقل من عصیان مکن هوشیار باش سود را بشناس آخر از زیان. چون برای زندگانی آمدیم زیست باید با مدارای زمان. در پناهی به پناهی جاهلان زنده بادا عاقلان سخجان.